فکرتان خوب است. من چندین مراتبه همین تکلیف‌های شما ملاقات‌های بازی‌ها بود که تلویزیون فرهنگی به نام سفینه شده. این برای اهل فرهنگ است، اهل زیو است. نه برای تنها ما مردم فرهنگی چی وای میکنیم؟ فقط همین رقص و سرود میگن که این فرهنگ، این تنهایی فرهنگ نیست. اینا وزارت فرهنگ، کمیته تلویزیون و رادیو، حالا که شیرخوانی گفتیم ما هم گاه محتاج غذای معنوی هستیم. سیاستمداران چرا که در واسطه تلویزیون سفینه که قریب 80% پخش میشه در حدود جمهوری، هر 2 روز 3 روز پس یک شاعر نویسنده خودشون از سخنتی شعرشون نخونند، سخن کنند، برآمد کنند 1 ساعت، مردم غذای معنوی تن. برای چی نه؟ مردم میشه کتابخوان، جوانان را تاثیر میکند. این کارا کردن در کار. و تلویزیون فرهنگی است. مرحمت استفاده بریتون از تلویزیون هم این هم بسیار مهم است. تبریک میگویم شما را.